روایتی از اختلال دو قطبی، انکار شدن و زخم دوست داشته نشدن. فیلم برادرم خسرو به کارگردانی احسان بیگلری فقط داستان یک بیمار روانی نیست. این فیلم آینه است روبروی خانواده هایی که بلد نیستند با رنج روانی زندگی کنند. در آغاز فیلم در حالی با شخصیت اول فیلم خسرو آشنا میشیم که علائم دوره شیدایی که شامل سرخوشی، افزایش انرژی، برانگیختگی هیجانی، تحریک پذیری، بیقراری، کاهش تمرکز و پرگویی را در موقعیت‌های مختلف از خودش بروز میده. خسرو فقط از بیماریش رنج نمیبره. اون از تنهایی، طرد شدگی و درک نشدن رنج میبره. از نظر روانشناسی تحلیلی، خسرو در خانواده هرگز دیده نشده. برای احساس ارزشمندیش نیازمند تاییدیه بیرونی هستش و برای اینکه دیده بشه گاهی دروغ میگه، انکار میکنه و بزرگنمایی میکنه. اون مدام میخواد ثابت کنه که من دیوانه نیستم، من فقط فرق دارم. اما خانواده بیماری رو به جای رنج به عنوان دردسر میبینه. تنش‌های ایجاد شده به خاطر حضور اجباری در خانه ناصر اون رو وارد فاز مانیک، فاز افسردگی میکنه و نشانه‌هایی از قبیل منفیگرایی، بی‌حوصلگی، احساس گناه، کندی حرکت، اختلال خواب، کم اشتهایی و پرخاشگری رو به تصویر میکشه. تاکنون علت قطعی برای این اختلال شناسایی نشده، ولی همونطور که در فیلم هم به شکل گذرا به اون اشاره شده، عوامل ارثی و ژنتیکی میتونن نقش موثری در ابتلا به این بیماری داشته باشن. در فیلم بارها به نام عمو رضا اشاره میشه که خسرو این میراث نامبارک رو از اون به ارث برده. اما نگاه همه منتقدین و روانشناسان در این فیلم به روی خسروه. بیایم یه نگاهی دقیق تر کنیم به روی رفتارهای ناصر. آیا تیپ شخصیتی ناصر سلطه‌جوست؟ ناصر سلطه‌جو هست، اما نه از نوع دادزن و پرخاشگر. اون از روی کنترل پذیری، عقل و منطق و مسئولیت پذیری نمایشی خودش رو کنترل میکنه. کاورت کنترل، به این میگیم سلطه‌جویی پنهان. بیایم نشانه های سلطه‌جویی در ناصر رو بررسی کنیم. اولین نشانه کنترل با عقلانیت افراطیه. ناصر مدام میگه من دارم منطقی تصمیم میگیرم. این به صلاح هم است. چاره‌ای نداریم. اما این منطق ناصر جای گفتگو رو گرفته و احساس دیگران رو بی‌اعتبار کرده. این دقیقاً یکی از ابزارهای سلطه‌جوییه. یعنی احساس تو مهم نیست، تصمیم من عقلانی تره. دومین نشونه تصمیم گیری های یک طرفه ناصره. برای خسرو تصمیم میگیره، برای میترا تصمیم میگیره، برای ساعت بازی پسرش تصمیم میگیره بدون مشارکت دیگران. سومین نشونه شرم اجتماعیه. ناصر بیشتر از اینکه نگران سلامت خسرو باشه، نگران قضاوت مردم، آبرو یا مردم چی میگن هست. حالا وقتی این شرم بیرونی پررنگ میشه، کنترل شدیدتر و انعطاف کمتر میشه. و اما چهارمین نشانه فقدان همدلی هیجانی. ناصر ممکنه خرج بکنه، پیگیری بکنه و کارهایی رو انجام بده، اما احساس رو نمیشنوه، رنج رو باور نمیکنه و درد رو شخصی نمیکنه. پرنتیفیکیشن، کودک والد شده، یعنی کودک قبل از اینکه بزرگ بشه احساس بزرگی کرده و کودکی نکرده. دقیقاً رفتاری که ناصر داره. کودک والد شده یعنی کودکی که مسئول حال روحی والدینه، یعنی نقش مراقبت خواهر یا برادر رو میگیره، دقیقاً وظیفه ناصر، یا بار مشکلات خانواده رو میکشه. و حالا این فشار به همسرش میترا وارد شده. در روانشناسی میگیم emotional load transfer، یعنی انتقال بار هیجانی. میترا زن گیر افتاده بین باید تحمل کنی و حق نداری اعتراض کنی. میترا وارد سیستمی شده که مرد خانه خودش فرسوده است. یک بحران حل نشده خانوادگی وجود داره و جا برای احساس زنانه امن نیست. اما میترا چه چیزی رو تجربه میکنه؟ ناامنی عاطفی مزمن، اضطراب پنهان و سکوت به جای مرز. اگر ناصر کودک والد شده نسل اول هست، میترا به مرور تبدیل میشه به کودک والد شده نسل دوم.
این زخم از کجا شروع شد؟ از والدین ناصر. خسرو بیمار شد، ناصر والد شد و میترا فرسوده. زخم‌ها به ارث میرسن، نه چون ژنتیکن، چون درمان نشدن. و هر نسلی که جرأت دیدن نداره محکوم به تکرار.